HDP لدیاربکر به داخویانی و چالکی اپراسیون لسر اندام و ریوبرین خوشرمزار کر و حد داخویاندن که هر دچه بن پیکرنا پیوان دموکراسی و سردستی حقوقی زیده تر دبه. بالهات کشاندن که پیواجو آشتی و چاره سریع درفتک گرینگ بوش بو چاره سر کرنا پرسا کرد لدستلاتداری ترکیه و نخواست و دیسا پولیتیقا اندشبری کردان دانه دست بیکرنو دمشینن. به تکوشینه خو مستر بکی قد تاویز ندی. پارلمانتر HDP فلکناز اوجا دازانی که او روژا چار مجدار وک روژا کار رشت بینن و وک روژا هفسروکن HDP صلاحاتین دمیرتاش و فیگن یکسکتا که هاتنا دیل گرتن به ناسر دکن. اوجا بالکشاند که جوه دیرو که حتی نها اپراسیون لسر HDP دومن لی اوجی تکوشین خو مزن دکن و دومینن. افسروکن باجار دیاربکر رسید 22 جوتمه هیدا با اپراسیون اکی هاتون دسته سر کرن و 30 جوتمه هیداجی بریاره گرتنوان هاتو داین. پراتیک داخویات که اوه وکیل افسروک HDP دیاربکر ایرفان سونرجی دازانی که 4 ساله به بردوامی پارلمانتر و برو اندام وانتین گرتن لی هر جاره کسی نو وان پیوران دگرن سرخو و تکوشینا خود دومینن. نزدیکی 40,000 انسان ما کرن بن چاوان جوانا 10,000 حبی زندان کرن به صدا ریوبری ما نافچه ما ناونده ما دست سر کرن لیگرانی کرن لبله تشتکی درکت ولی کچید به برا به اف گله ما در وینا خبر ناده حتی دویل پشته بر خدا ناخد دومینه. ریوبرین HDP داخواست کرن که برای دیالوگ و آشتیانه لسر چاره سریا پرسکری کان لیگرین بین کرن و سیاست مدار وانن که سیاست دموکراتیک دکرن جی سربست بین بردان. صدق ارن، کردستان 24 دیاربکر.